بر اساس تغییر و الافه ها به کودکس جنایی تاجیکستان که پارلمان آن را روز 2 اکتبر تصویب کرد، افرادی که در مدت 3 ماه بر قصدانه از پرداخت الیمنت سرپیچی می کنند مورد مجازات جنایی یعنی حبس قرار می گیرند. این در حالی است که قبلا افراد متهم برای این عمل 2 سال حبس شرطی و یا جریمه می شدند. همکنون این گونه افراد را تا به 3 سال محروم شدن از آزادی انتظار است. با گفته مقامات در سالهای اخیر تعداد افرادی که از پرداخت الیمنت سرپیچی می کنند به مراتب افزایش یافته است و در اداره های دولتی بیش از 65,000 اجرا ورقه ها در مورد پرداخت نشدن الیمنت وجود دارد. فقط حجتایی که ما نظارت میکنیم و مادران بیشتر همین حجت رو به اجرایچی سود میسپارند که ما نظارت سپردن الیمنت رو از جانب همون پدران کودکان فرزندان روانه شد. بنابراین من فکر میکنم که در این حالت اجرای عهدهداری قانونی، عهدهداری که در سود مقرر کرده است و برای گویم تاثیر بخش بودن خود سندهای سودی، این عملها در دایره چارچوب قانونگذاری عمل کننده و سیاست امروزی دولت میباشد. این تغییرات در حالی است که تاجیکستان 2 سال اخیر جزا را برای یک زمره جنایت ها سنگین تر کرد. در این سال همچنان جزا برای کردار سفیدکنی عمومی تروریسم نیز سنگین تر شد. برخی تحلیلگران میگویند با اعلان حکم‌های سخت دولت می‌خواهد به دیگران سنگینی جزا را نمایش دهد. اما این در اصل بجز از شکست حیات محکوم شده ها نتیجه دیگری نمی‌دهد و به کم شدن میزان جنایت تاثیر نمی‌رساند. Мне кажется, вот прежде чем пойти по пути жесткого наказания по таким... پیش از اونی که جزای سنگین تر میدهیم در این گونه قضیه ها، ما باید بدونیم که چگونه به این مادری که پدر فرزندان از کمک سرپیچی کرده است کمک کرده میتوانیم. حالا دشوار است فهمیم که پدران از پرداخت الیمنت سرپیچی میکنند چون که جایهای کاری کم و کاری موافق نیست. حالا به این خاطر من فکر میکنم این گونه عملها هیچ گونه به پرینسیپ بشر دوستانه موافقت نمیکند. Оно никак не может соответствовать принципам гуманизации законодательства. این دادرسی سابقه دار گفت در گذشته دولت هنگام نپرداختن الیمنت به کودکان یاردم پولی میداد و با جلب پدر سرکش به کارهای مجبوری هم الیمنت کودکان و هم خراجات خودش را از او رویانیده میگرفت. با وجود این برخی از راهگذران در خیابان‌های دوشنبه سخت‌تر شدن جزا برای سرکشی از الیمنت را راه برای تامین فرزندان نابالغ گفتند. با فکر من بله این ستیراهی مردمی که الیمنت خود را نمیسپارند میشود که مسئولیت خود را حس کرده الیمنتشان را سری وقت سپارند. زودتر خیلی مردم میترسند سری وقت میسپارند که سودی نشود یا جریمه نشود گفته سری وقت بسپارند. پیامد دیگری سخت‌تر شدن جزا برای جنایت ها را برخی کارشناسان بار زیادتی به بودجه کشور می‌دانند.